8 نشانه اصلی بروز بیماری گند خون که نباید اون رو نادیده بگیریم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اشکان هستم و قراره که داخل این ویدیو با هم 8 نشانه بروز بیماری گند خون رو صحبت کنیم. این نشانه‌ها اکثرا نشانه‌هایی هستن که مردم بهشون بی‌توجهن و ما باید زمانی که این نشانه‌ها رو توی بدن خودمون یا دوستان و اطرافیانمون دیدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. خب بچه‌ها، اولین نشانه افزایش تشنج و سردرده. تغییرات در سطح گند خون میتونه که باعث تغییرات روانشناختی بشه و در نتیجه اون تشنج‌ها و سردردها خیلی بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. پس اگر که سردردهای خیلی شدیدی داریم، احتمال داره که به خاطر گند خون ما باشه. دومین نشانه بی‌اشتهایی و لاغریه. اگر که شما بیش از حد احساس گرسنگی میکنید، در عین حال وزن خودتون رو هم از دست میدین، به خاطر بیماری گند خونتون و حتما باید به پزشک